مصیبت من هزار این آیه قرآنی است. شاید بارها ختمش کردم این آیه رو، اما خب ازش گذشتم بدون هیچ اعتباری. اون آیه قرآنی رو خاطرتون هست، انگار یک گارانتی خدای متعال دیگه. فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. کاش این آیه تو قرآن نبود. خیلی آیه غریبی است، خیلی آیه عجیبی است. من اهل مشهد الحمدلله، سالها از مشهد دورم. به من میگن مثلا درس میکنم، من از مشهد چه کردم آقا؟ اعراض کردم، چون در مشهد بودم که حالا نیستم اعراض کردم. اما من در عمرم جوهانسبورگ نرفتم. نمیگن هزار از جوهانسبورگ اعراض فرمود، سالب انتفاع موضوع است، نبودم که اعراض بخوام بکنم. کی اعراض میکنه؟ کسی که دیده، بوده، چشیده، کشیده، حالا اعراض میکنه. اعراض من مذهبی میکنم که اینقدر درگیر مالا یعنی زندگی میشم. اعراض من مذهبی میکنم که به تعبیر مرحوم آقای خونساری اینقدر درگیر خنتر پنتر دنیا میشم که امام زمان برام میشه یک موجود تکسلولی سالی یه بار نیمه شعبون فقط. بعد من اعراض کردم، خدا هم جواب شرط فرموده و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. بعد میگم آقا واقعا نمیدونم، به خدا هر چی میدونم نمیرسم. این حفره رو پر میکنم یه حفره دیگه. 8 گروه 9 هم یه زمان بود، الان 8 گروه 88 همه. آقا این چه دنیاییه؟ بعد شعر میگم یا رب ز بخت ماست که شد ناله بی اثر، یا هرگز آه و ناله و زاری اثر نداشت. این همه به هم میگیم التماس دعا، این اتفاقم نمیفته. جواب اینه آقا برو اون آیه قرآن رو درست کن. چرا اعراض کردی؟ هزار برگرد. عزیزان میدونن یک حرامی ما تو احکامش حرمت داریم، جزو کبائره، کمتر میریم سراغش، اسمش از تعرب بعد الهجره. روش خورده پژوهش کنید، جزو بحث امشب ما نیست. روی خورده پژوهش کنید، مجلسی طرفه ها داده. تعرب بعد الهجره جزو حرام هاست، جزو کبائره. کسی تعرب بعد الهجره بکنه نکنه. تعرب بعد الهجره کردی بنده خدا، بلبل زبونی تو سخنرانی میکنی اما اعراض کردی، جستو میای اعراض کردی، پرستیژو داری اعراض کردی، ظاهر و ماسکو داری اعراض کردی. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. میایم خدمت صدیقه طاهره صلوات الله علیها که از خانم بپرسیم که یا بنت رسول الله جعلت فداکی، از شما میخوایم بدونیم چجوری میتونیم برهیم از این خنتر پنتری که دست و پای ما رو جمع کرد، دست و پای ما رو بست. خاطرتون هست از امیرالمومنین پرسیدن که پیغمبر خدا واسه چی آمد یا انبیا واسه چی آمدن؟ حضرت این آیه قرآن فرمود. همه اون حفظ احتمالاً دیگه با قدری حالا ضبط و عدم ضبط. لیضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم. میدونی خدا چرا پیامبر فرستاد؟ پیامبران فرستاد آمدن تا 2 چیو از پاهات باز کنن. اسر، اغلال. معنی اغلال رو میدونیم، اغلال جمع چیه آقا؟ قل. ما میگیم قل و زنجیر. اومد زنجیرها رو باز کنه از پاهات. و اسر به قلوبم زده میشه، به جوانحم. قل به رجلم زده میشه و به جوارحم. من و شمای مذهبی میایم تو فاطمیه تا به دستان صدیقه طاهره صلوات الله علیها اسر و قل رو از دست و پامون باز کنیم. تو این زندگی واقعا زندگی، تو این فضا واقعا نمو، تو این فضا واقعا پیش